سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. حسین مقدسی هستم، تحلیلگر بازار سرمایه با یک تحلیل جدید پس از یک وقفه نسبتا طولانی خدمت شما برگشتم از آپدیت تحلیل شاخص کل. دوستان درخواست داده بودن که این آپدیت رو بروز کنیم، شرمنده که حالا یکم دیر شد، ولی در کانال تلگرامی همواره آپدیتش کردیم، نظرمون رو گفتیم و تحلیل رو جلو آوردیم. ولی حالا برای اینکه دوستان گفتن یک ویدیو برای ما ضبط کنید، چشم، این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم. خب تحلیل ما باز هم یک مرور کلی داشته باشیم. از ارزم به خدمتتون مرداد ماه شروع شد، اینجا سیگنال خروج از بازار دادیم. بعد در شهریور ماه 18 شهریور ماه مد شماری شاخص رو ارائه دادیم، مد شماری الیوتش رو، و گفتیم به احتمال زیاد زیگزاگ خواهیم داشت. سپس کمی جلوتر زیگزاگ رو مشخص کردیم که به این صورت یک زیگزاگ رانینگ هست درون خود این مثلثش، و عرضم به خدمتتون که هدف مثلث رو این بازه، هدف زیگزاگ رو این بازه بزرگ در نظر گرفتیم که در محدوده مارشالش برگشت صورت گرفت. خب حالا که برگشت صورت گرفته بودش، تحلیل قبلیمون روی این کندل های اینجا بود. اگر من بخوام براتون مشخص کنم کجا بودیم، ما درون این منطقه بودیم، هنوز این کندل سبزه زده نشده بود. خب صحبت کردیم، گفتیم که تا این خط 1,487,000 واحد حدودا شکسته نشده به پایین، جای ترس نداره. ولی خب میبینیم که این خط به پایین شکسته شد. بعدش یه خط دیگر داخل کانال مشخص کردیم، خط 1,420,000 واحد بود که این هم به پایین شکست و ما درون کانال، درون تحلیل قبلی براتون یک زون زمانی مشخص کردم و این زون زمانی 26/9 یعنی 26 آذر ماه بود تا 30 آذر ماه. گفتیم که درون این زون زمانی احتمالاً شاخص یک تغییر جهتی خواهد داشت. می‌بینیم ریختش رو اینجا برگشت و سایت شد و چند روز پیش گفتم که آخر هفته یعنی چهارشنبه 10/10 ما یک خط زمانی ایچیموکو داریم که به احتمال زیاد در این خط ما از حالت رنج خارج میشیم. میبینیم در این خط این حمایتش رو به پایین شکست و بعدش الان داریم ریزشی رو تجربه میکنیم. خب حالا این ریزشی که الان داریم تجربه میکنیم که بنده با خط صورتی، با رنگ صورتی رنگ اینجا مشخصش کردم، یک ABC هست. هدفش کجاست؟ هدف ابتدایی که میتونیم براش متصور باشیم این محدوده است، 1,310,000 واحد الی 1,325,000 واحد، حدوداً 27,000 واحد. احتمالا تا اینجا میاد که میبینیم شارپ هم داره میاد و به زودی به اینجا میرسه. اگر اومد و این محدوده رو رد کرد، یعنی این هدف اولشه، به صورت خوشبینانه میخوایم بگیم اینجا برمیگرد. اگر اینجا رو رد کرد، عددی که بسیار محتمل هست برای برگشت این هستش و این ارزم به خدمتتون 1,240,000 واحد هست. یعنی تا 1,240,000 واحد هم امکان پایین آمدن هستش. ولی اگر بیایم ما اینجا یک دونه ریتریسمنت هم مگنت بندازیم، خب می‌بینیم اینجا محدوده ای ارزم به خدمتتون 8.86 هم ما داریم. خب می‌بینیم که اینجا خط 8.86 هم نزدیک این هست، نزدیک 1,241,000 واحد 40,000 واحد هست و اینجا خط 68 هم درون این افتاده. پس این دو تا منطقه رو تقریبا از لحاظ فیبوناچی ریتریسمنت ما میتونیم تایید بگیریم ازشون که نقاط بازگشتی خوبی میتونن باشن. خب امید اولمون این هست که در اینجا بازگشت صورت بگیره و اینجا پایان موج سی بشه. امید بعدیمون این هست که در این محدوده، در این نزدیک 1,250,000 1,240,000 واحد شاخص کل ما برگشتی داشته باشه که می‌بینیم اگه مثلا با یه شیب معقولی بیاد، این خط کانال سفیدمون هم اینجا تقریبا میتونه تطابق داشته باشه و کمک کنه برای بالا رفتن. خب این از این. ولی اگر اومدیم و اتفاقی افتاد و عرضم به خدمتتون این ریزش ما الان از اینجا اومدش پایین تر، چی کار باید بکنیم؟
چه اتفاقی داره میفته؟ خب آیا امکان نداره؟ چرا؟ اگر این اتفاق بیفته وارد یک سناریوی دیگه میشه، یک سناریوی بدبینانه‌تر. بنده دارم خوشبینانه براتون میگم، کم کم میریم بدبینانه‌تر هم میگیم. قبل از اینکه بریم اینجا رو بگیم، یعنی از این کف قبلی اگر اومدیم و پایین‌تر رفتیم بگیم آقا اگر اینجا برگرده چه اتفاقی میفته، هم خوشبینانه‌مون رو کامل کنیم. اگر اومدیم و مثلا ریختش 1,310,000 واحد بعد برگشت رو بالا، خب امید ما این هستش که در درجه اول اگر ما اینجا مثلا یک دونه فیبوناچی بزنیم، این خط یکی که اینجا هست 1,660,000 واحد، همون محدود درون این محدوده‌ای که از قبل مشخص کرده بودیم و منتظر بودیم شاخص واردش بشه تا اینجا بره بالا. ولی نکته که از همونطور که در ویدیو قبل هم گفتم، ما دیگه به سقف قبلی حالا نمیرسیم، چون که قبل از رسیدن به اینجا ما الان ریزش داشتیم و صعود بعدیمون ضعیف شده خواهد بود. خب خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم خیلی دیگه عالی باشه شاخص و اینها، بخوایم اند حرفو بزنیم 1,920,000 1,930,000 واحد میتونه هدف خیلی خوشبینانمون باشه دیگه. ولی معقولش اینه که اگر ما درون این محدوده برگشتیم، محدوده اول تازه، اگر ما بیایم محدوده دوم شاید خیلی خوب باشه، مثلا همین سقف قبلی رو بزنیم، به اونجا هم نرسیم، اینه که به اینجا به این محدوده برسیم. خب ولی نکته که هست، ما اینجا یک زیگزاگ رانینگ داشتیم و گفتیم محدوده برگشتی زیگزاگ درون این محدوده باید باشه. بنابراین هنوز این سناریو که ما اینجا برگردیم رو بهش امید داریم، چون که حرف زیگزاگ اینه که زیگزاگ قبلی که داشتیم اینه که باید 1,600,000 واحد مثلا شاخص در این برگشتی که داشته رد می‌کرده. امیدمون پس هستش هنوز برای اینکه ما یک بالایی دیگه داشته باشیم. خب ولی اگر اومدیم و عرضم به خدمتتون این اتفاق افتاد، خوشبینانه اینجا برگشت و رفتش بالا، بعدش چه اتفاقی میفته آقای مقدسی؟ بعدش بخوام براتون بگم، ما در یک ساختار بزرگ، در یک ABC بزرگ که من بخوام براتون با قرمز مشخص کنم، ما اینجا یک دونه A داشتیم، یک دونه B خواهیم داشت و طبیعتا بعدش یک دونه C میتونیم داشته باشیم. خب این ABC داشته، این خودش باز یک ABCه. خب این میتونه W باشه، X باشه و ببخشید بله W باشه، X باشه و Y به این صورت. یعنی بعدش مثلا ما اینجا یک دونه زیگزاگ دوگانه بریم پایین و یا حتی اینجا مثلا یک پهنه بزنیم که به احتمال زیاد ما شاخصمون یک حرکت فرسایشی داشته باشه. این خوشبینانش اینه که ما اینجا یک زیگزاگ بزنیم، بعدش ترکیب بشه مثلا با یک الگوی رنج، مثلا یه پهنه. خوشبینانش اینه. بدبینانش چیه؟ که از لحاظ الیوتی و از لحاظ نموداری زیباتر هست که یک زیگزاگ دوگانه بشه. یعنی که ما اینجا عرضم به خدمتتون، اگر من مثلا بگیم تا اینجا بیاد بالا، میتونه تا 1,950,000 واحد مثلا ما افت داشته باشیم در یک حالتش. بله تا 950,000 واحد 960,000 واحد میتونیم افت داشته باشیم به طور معمولش. اگر بخواد دابل زیگزاگ بشه، زیگزاگ دوگانه بشه، که مثلا خودش مثلا اینجا بیادش، عرضم به خدمتتون یک دونه به عنوان مثال یک ABC مثلا بزرگ این شکلی بزنه. خب اگه بخواد زیگزاگ معمولی بشه اینه. ولی خب یه هدف کوتاه شده هم داره که مثلا 1,190,000 واحده. خب باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان یکم زوده که بخوایم جزئیات اینو بهش بپردازیم، ولی به احتمال زیاد ما یک حرکت طولانی بزرگ این شکلی میتونیم داشته باشیم، با توجه به اینکه این ریزش زود اتفاق افتاد و بخواد الان برگشت ما زیر 1,750,000 واحد باشه، احتمالش هست. بعدش باز دوباره احتمالا اصلاح میتونه ادامه دار بشه. ولی نکته بعدی، اگر ما الان اینجا صحبت کردیم، اگر همین موج نزولی اومد و عرضم به خدمتتون
این کف قبلی رو شکست. من اینو قرمزش کنم و بزرگ. اگر این اومد و کف قبلی رو شکست، پس اتفاقی که افتاده اینه بیمون اینجا بوده و بعدش حالا ما داریم سی میزنیم. اتفاقی که افتاده پس اینه. اگر این کف قبلی رو بیاد و بشکنه، که من این حالت دوم رو یکم دور از انتظار میدونم، چون که این ABCش بزرگ بوده، پس X موجش هم انتظار داریم که مثلا یکم بزرگتر بشه، همون حالت قبلی که راجبش صحبت کردیم پیش بیاد، یعنی اینطوری بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته و همین الان یه راست نخواهیم بریزیم تا اونجا یک سود خوب دیگه ای داشته باشیم، یک سیو سودی رو دوستان بتونن بکنن، بعدش حالا خواست اصلاح کنه شاخص به ما مهلت بده. خب امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. پیج اینستاگرامی ما رو فالو کنید، با کانال تلگرامی ما آموزش و بورس مشهد هم همراه باشید. یا علی و خدا نگهدار.